مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، اینجا رسانه پشت پرده است و بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سر حال باشید و کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید که البته دمتون گرم. تشکر بکنم از همه اون افرادی که کانال پشت پرده رو سابسکرایب کردن، زنگوله رو زدن و سریع لایک میکنن ویدیوها رو و یه عده تنبلی رو گذاشتن کنار. خواهشاً اگه سابسکرایب هم کردید کامنت بذارید و برای دوستان خودتون ویدیو رو به اشتراک بذارید که ربات تشخیص داده نشید توسط یوتیوب، چون دوستان زحمتی میکشن و سابسکرایب میکنن ولی خب چون از فیلتر شکن و وی پی ان استفاده میکنن توسط یوتیوب ربات تشخیص داده میشن. امروز هم در برنامه پشت پرده میخوایم بپردازیم به ماجرای دعوا و درگیری آیسان با گلزار که حالا اسم اصلیش هم گویا معصومه هستش. امروز میخوایم یه سری سند و مدرک بهتون نشون بدیم و چه اتفاقاتی در طول این 3-4 هفته گذشته رقم نخورده و اصطلاحاً حسابی این قضیه رو جنجالی کرده که خیلی از دوستان گفتن آقا خواهشاً بیشتر راجع به این قضیه افشاگری بکن و بیشتر راجع به این قضیه بگو. ما هم خب متخصص قفلی زدن روی موضوعات مختلف که امروز هم ماجرای گلزار رو بررسی میکنیم هم ماجرای ازدواج احسان علیخانی. ریزم میپردازیم به خانومش که حالا یه سری تصاویرم به دستمون رسیده. خلاصه برنامه پروپیمونیه، یه لطف بکنید حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ماجرا از این قرار بود، خب به هر حال میدونید که آیسان همسر گلزار کراش گلزار بوده و از فنها و طرفدارای گلزار بوده. خیلیاتون این قضیه رو میدونید، خیلیاتون هم نمیدونید و گلزار و خیلی از این سلبریتی ها و سلبریتی ها یه پیجای خصوصی دارن، یعنی اصطلاحاً پیجای دارن که مخفیه و کسی این پیجا رو نداره و حالا مثل احسان علیخانی و گلزار خیلی های دیگه و بقیه رو با اون پیجای مخفیشون فالو میکنن. مثلا یه در و دافی، یه تیکه، یه هلو، یه چیز خوبی مثلا بهشون دایرکت میده، سریع بهش دایرکت میدن، میگن آقا بدو بیا تو اون یکی پیج، پاسش میدن تو اون یکی پیج و کارهای اداریشون رو توی پیج دوم رقم میزنن. و گلزار و آیسان هم که البته اسمش معصومه بود، من نمیدونم چه کاریه کرده آیسان، مگه معصومه اسم بد و زشتیه که حالا گذاشته آیسان، من نمیدونم. و زحمتش کشیده و اومده رفته توی دایرکت گلزار هم که کلا تخصصش جوجه زنه، یعنی مثل نیکی کریمی که پسرای جوون میزنه، گلزار هم دنبال دختره 17-18 ساله بوده، یعنی از قبلا هم بوده. یه سری سفید مفید و اینا هم که میزنه دیگه نگم براتون. بعدش دیگه حالا به ازدواج میرسه و دیگه گلزار به آرزوش میرسه و گلزار که نه، آیسان به آرزوش میرسه که به گلزار میرسه. قاطی پاتی شد. یه لحظه تلفن من زنگ خورد، داداشم پشت. جانم من الان در حال ضبط برنامه هم به صورت یهویی زنگ زدی الان به من دارم ضبط میکنم برنامه رو. آره کلا جفا رفته تو الان چرا تو ضبطه؟ میتونید دقیقه 4 ویدیو جدید رو میتونید ببینید، دارم صحبت میکنم باهات. بگو الان مهمه. آره بعداً باهات صحبت میکنم، خداحافظ. میگم وسط ضبطم، میگه یه چیز مهم دارم میخوام بهت بگم. میگم چیه؟ میگه پیپال داری؟ دارم، حالا بعداً بهت میدم. خیلی آقا بریم سر داستان خودمون. داستانی شد الان ویدیو رو میبینی خودت میفهم. محمد زنگ زد وسط ضبط برنامه. خلاصه ازدواج میکنن. گلزار روز عروسیش هم انقدر بدعنق میشه، انقدر بین اون قور میزنه و حتی دیدید دیگه مثل چی بگم بی احترامی نشه به حیوانات، با خانومش برخورد میکنه، با اینو برخورد میکنه و گویا با پدر این آقا معصومه، با پدر آیسان هم اونجا حرفش میشه و شب عروسی گویا اختلافاتی بین پدر آیسان و گلزار اتفاق میفته تا جایی که پدرش گفته بوده که من
حالا به موقعش جوابتون میدم و امشب آبروریزی نشه و مراسم تموم بشه. این ماجرا دعوا درگیر تا فرداش هم حتی ادامه پیدا میکنه که گویا بین خانواده آیسان با گلزار هم یه سری دعوا و درگیری‌ها رخ میده. گلزار بلند میشه دست زنش رو میگیره میره ترکیه، بعدش هم برمیگرده تهران و یه افتتاحیه مراسم ساره بیات بوده که اون رو انجام میده که قربونش برم. اون مراسم ساره بیات هم که افتتاحیه صورت میگیره و پلم میشه، من شنیدم که این قضیه هم گویا حاشیه بوده و اینا از قصد اومدن این حرکت رو زدن که سالن بسته بشه، براشون حاشیه بشه و بگن که آره ما همون ماجرای زن زندگی آزادی و این صحبت‌ها بوده، ما موافق حجاب اجباری این صحبت‌ها نیستیم، این مردم ببینید ما سمت شماییم، خانم ببینید ما سمت شما، به خاطر شما این سالن زدیم که بعدش سالن افتتاح بشه میگن دمشون گرم و چین و چنان، یه چوسه حاشیه‌ای بشه که بهتون هم معروف بشه. میرسه ماجرا به دبی و آیسان گویا به گلزار میگه که باید از خانواده‌ام معذرت خواهی بکنم. گلزار هم که قربونش برم اصلا نگم براتون یه آدم بدعنق و بدقلق و نمیدونم از این صحبت ها که گفته بوده که نه من این کار رو انجام نمیدم. شبش با هم دیگه دعواشون میشه و این آیسان هم میره خونه دوستاش و قهر میکنه که قبلا هم توی ویدیو گفته بودم. و جالبه بدونید حالا یه عده میگن چرا میگه معصومه، یه سری سند به دست ما رسیده که نشون میده که این اطلاعاتیه که توی بیمه ثبت شده بوده. البته معمولا توی بیمه اطلاعات دقیق رو ثبت نمی‌کنن، اطلاعات ثبت احوال نیست، که توی بیمه به اسم معصومه آقاخانی نگاه کنید اینجا ثبت شده بوده که جزء کارکنان دولت بوده. اعتبار بیمه‌اش هم تا سال 98 بوده، درست بعد از این بیمه که تموم شده بوده آیسان رفته با گلزار 98 99 آیسان با گلزار رابطه داشته 26 سال. تاریخ تولدش هم دقیق نزده چون اطلاعات معمولا ثبت نمی‌کنه. پدرش هم مهدی آقاخانی که با یه سرچ توی اینترنت میتونید پیدا بکنید. خلاصه الان یه چند روزی هم هستش که گلزار گفته که آیسان اگر میخواد من طلاقش میدم و اصلا برام مهم نیست این قضیه و من اگر میخواستم تن بدم به این بد اخلاقی و بیرفتاری ها و بد رفتاری ها و چه واژه جدیدی دارم استفاده میکنم توی ویدیو، میتونستم کسای دیگه یا دختره دیگه رو بگیرم. اما انقدر گلزار اخلاقش بده که فکر کنم غیر از این آیسانی که کراشش بوده کسی دیگه نتونه گلزار رو تحمل بکنه از لحاظ اخلاقی و رفتاری و شخصیتی. این هم شده بوده ماجرای گلزار. اما احسان علیخانی هم خبر رابطش با هانا رو من چند ماه پیش، بهتر بگم چند سال پیش گفته بودم، درست مثل گلزار که ماجرای رابطه دوستیش چند وقت پیش گفته بودم با هانا که حالا البته مقاومت میکردم، میگفتش که بله چهره این هانا رو هم میبینید، دوست دختر احسان علیخانی که البته دیگه الان تبدیل به زن شده و یه دونه حالا کارهای مدلینگ و میکاپ آرتیستی هم انجام میده این خانم هانا و گویا حالا خارج از ایران هم درس میخونه. این هم تصاویر جدیدتری از هانا هستشون. خیلی اومده بودن گفتن که آقا تصاویر جدید این دوست دختر احسان علیخانی رو بهمون نشون بده که سلیقه احسان علیخانی رو هم میبینید که با البته احسان علیخانی هم خب دعوا و درگیری زیادی داشت، هم با لیلا بلوکات هم با خیلی دیگه از بازیگرها، حتی در پشت صحنه برنامه عصر جدید هم این اتفاق افتاد بود. حالا بعداً مفصل در یک ویدیو کامل به این قضیه اشاره خواهم کرد، ماجرای دعوا و درگیری و اتفاقاتی که بین دوست دخترای احسان علیخانی رخ داده بوده. اینا هم برای خودشون داستانایی دارن، جلوی دوربین میان بسم الله بسم الله میکنن ولی پشت دوربین ماجراشون یه چیز دیگه هستش. یه نکته هم بگم، خیلی از مخاطب‌ها و خیلی از افراد میگن که تو چرا آبروی افراد رو میبری؟ دوستان عزیز بازم میگم این بردن آبرو نیست، این گفتن حقیقته و گاهی وقتا خیلی از آدم‌ها دوست دارن یه بار دیگه اینجوری بهتره بگم که خیلی از مخاطب‌ها و خیلی از آدم‌هایی که توی زندگیتون تو یه کوچه و خیابون و جای مختلف میبینید دوست دارن که دروغ تلخ بشنون تا واقعیت شیرین رو.
یه مثالم براتون میزنم شاید جالب باشه براتون. چند وقت پیش 2 تا دختر آلمانی بودن، من رفته بودم توی جایی و ازشون سوال پرسیدم که توی فرهنگ شما توی آلمان اگه بخواد یه دختر یه پسری رو انتخاب بکنه، ملاکتون برای انتخاب اون پسر چی هستش. میخواستم ببینم که چقدر فرهنگ اونها با فرهنگ حالا فرهنگ ایرانی تفاوت داره و جملات جالبی میگفتن که ما خیلی دوست داریم که اون پسری که انتخاب میکنیم آدم صادق و راستگویی باشه. بهشون گفتم که پول براتون مهمه؟ میگفتن نه. میگفتم اینکه طرف فعلا کار نداره، بیکاره، ممکن از دولت پول بگیره براتون مهمه؟ و اشاره میکردن که نه. گفتم که اگه صداقت برای شما تنها هدفه، صداقت چقدر میتونه براتون مهم باشه؟ گفتن که 100%. گفتم 100% یا 90%؟ گفتش که نه، اگه مردی باشه 100% آدم راستگویی باشه ما باش خواهیم موند. که ازشون پرسیدم که یه مردی میاد پیشت و بهت میگه که واو چه خانم زیبایی، من خیلی دوست دارم که امشب با شما بخوابم و رابطه جنسی باهاتون داشته باشم، آیا قبول میکنی؟ گفتش که ناتورلیشا. نه 100% میگم نه. برای چی بگم آره؟ گفتم که حالا اگه یه شخص دیگه ای اومد و بهت گفتش که واو چه خانم زیبایی، من بهت افتخار میکنم، تو چه دختر باحال و با مرام و با معرفتی هستی و دوست دارم که باهات یه رابطه رو شروع بکنم، بهش شانس رابطه رو میدی؟ گفت آره. گفتم که بعد از 2 هفته یا 3 هفته ممکنه بهت بگی که بیا بریم با هم غذا بخوریم، بریم با هم بیرون این ور اون ور، بهش شانس میدی؟ گفت آره. میگم بعد از 1 ماه که با هم رفته اومدید بهت ممکنه بگه که خب من ازت خوشم اومده، میخوام باهات رابطه برقرار کنم و با هم بخوابیم. اون موقع چی میگه؟ میگه خب قطعا اگر خوشم بیاد ازش. میگم آره. بعد من بهش گفتم که خب این 2 تا آدم مختلفی که یکیشون مستقیم و صادقانه اومد به تو گفت میخوام باهات بخوابم و اون شخصی که بعد از 1 ماه اومد این حرفو به تو زد، هر دو هدف و تارگتشون یکی بوده. یکی با نقشه اومده بوده و یکی صادقانه اومده بوده بهت گفته بوده. چرا دومی انتخاب کردی؟ گفت نه خب دومی با احساسم بازی نکرده. ولی خب من بهش گفتم پس شما ملاک و معیارت اون حقیقت و صداقت نیست که 100% گفتی. تو اون حقیقت شیرین رو دوست نداری، تو اون دروغ تلخ رو دوست داری در قالب یک بسته‌بندی شیک و طبیعتاً حرفی برای گفتن نداشت، چون اون آدم میخواست با قلب و احساسش بازی بکنه و بعد به هدفش برسه. این هم شده ماجرای جامعه ما و آدم ها شنیدن حقیقت تلخ رو بر نمیتابن و دوست دارن که دروغ شیرین رو بهشون بگی. نه همشون، خیلی هاشون. و به خاطر همینه گاهی انتقاد میکنن به برنامه پشت پرده و گاهی انتقاد میکنن به صحبت‌های من. خیلی دوست دارم که شما هم نظرتون رو در خصوص این موضوع و این اتفاق بگید که آیا شما دروغ شیرین رو دوست دارید یا حقیقت تلخ. خیلی ممنون.